گروهی از اعضای سنت آمریکا با ارسال نامه به امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار رهایی زندانیانی شدند که برای بیان اندیشه‌های آزاد محکوم شدند. در این نامه که روز 29 ایون با امضای 12 عضو سنت به رئیس جمهوری تاجیکستان فرستاده شد، گفته می شود که این افراد نباید برای بیان اندیشه آزاد حبس شوند. آنها از امامعلی رحمان دعوت کردند که بدون هیچ پیش شرط این افراد را از زندان آزاد کنند. در نامه از جمله اشاره شده است که در شرایط پاندمی جهانی خطر گرفتاری زندانیان به این بیماری زیاد است و در برخی کشورها برای پیشگیری از پهنشوی بیشتری کووید 19 شماری از زندانیان را رها کردند. سناتوران آمریکا به قضیه بزرگمهر یاروف وکیل دفاع زندانی اشاره کردند که با چند اتهام به 23 سال زندان محکوم شده است. در نامه گفته می شود که طبق گزارش‌های دریافتی یاروف در زندان تبش بلند شده و خدمات درست طبی هم دریافت نکرده است. هرچند یاروف از بیماری شفا یافت، اما طبق برخی گزارش‌ها شماری از زندانیان بر اثر کووید 19 فوت دیده و برخی در بیمارستان بستری شدند. بزرگمهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه‌های دعوت عمومی با تغییر حکومت، ساخته‌کاری سند و قلابی به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگمهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگمهر یاروف و نزدیکانش هیچگاه اتهام‌های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه‌های سیاسی دارد. یاروف و نزدیکانش پیشتر گفتند بازداشت ادوکات شناخته فقط به خاطر حمایت او از حقوق اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود. بزرگمهر یاروف سال 2015 و پیش از بازداشت از حقوق 13 عضو بازداشت شده ریاست این حزب حمایت می‌کرد. در نامه اعضای سنت آمریکا همچنین به قضیه ژورنالیست دلیر شریپوف نیز اشاره شده است که درباره حقوق بشر و آزادی‌های دینی مطلب‌ها نشر می‌کرد. سناتوران آمریکایی از حکومت خواستند که شریپوف را هم از زندان آزاد کند. دلیر شریپوف خبرنگار 32 ساله تاجیک روز 28 ژانویه امسال بازداشت شد. دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت روز 16 اپریل شریپوف را با گناه برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی 1 سال از آزادی محروم کرد. اتهامی که دلیر شریپوف و نزدیکانش آن را قبول ندارند.